قاسمزاده ایدگل تغو وکیل پارلمان و رئیس سابق کمیته زنان و اویله تاجیکستان روز 22 ایول در سن 53 از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش ایدگل قاسمزاده چند روز آخر در حالت وزنین در بیمارستان یکم سویتسک، یک مکان اساسی طبابت گرفتاران کرونا ویروس، از این بیماری همگیر طبابت می گرفت، ولی طبیبان او را از مرگ نجات دادن نتوانستند. نامزد علمهای پداگوژی ایدگل قاسمزاده 4 ینور سال 1968 در نویه وخش به دنیا آمده. سال 1990 دانشکده آموزگاری شهر قرغانتپه را ختم کرده است. او از سال 1992 تا 2003 در مکتب میانه رقم 51 نویه وخش به حیث آموزگار عادی کار کرده. از سال 2003 در دانشکده دولتی زبانها به نام ساتم اولوغزاده ابتدا به حیث استاد و سال 2008 تا 2015 به حیث معاون ریکتور عاید به تربیه کار کرد. ایدگل قاسمزاده از سال 2017 تا سال 2020 رهبری کمیته کار با زنان و اویله حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت و در انتخابات پارلمانی روز 1 مارس سال 2020 از حزب حاکم خلقی دموکراتی وکیل مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان انتخاب شد. نام ایدگل قاسمزاده در دوره رهبریش بر کمیته زنان بیشتر به سببهای ریت‌های زیاد این کمیته به ضد زنان حجاب‌پوش در سرخط اخبار قرار می گرفت. ایدگل قاسمزاده تلاش میکرد از این ریت‌ها حمایت و ستر و حجاب را همچون لباس برای فرهنگ مردم تاجیک بیگانه به چالش بکشد. بعد از رهبری کمیته زنان رفتن قاسمزاده، ریت‌های ضد حجاب نیز به تدریج از بین رفت یا خیلی کاهش یافت.